یه نزدیک. اینجوری باید خرخرتی باشه. خب دوستان عزیز، یه ساندویچ خفن رو میخوام بهتون یاد بدم. خودتون درست بکنید تو خونه، خیلی آسونه و لذتشو ببرید. ما احتیاج داریم به خیار شورایی که نازک اسلایس شده باشه، خیلی نازک، و گوجه هایی هم که خیلی نازک، تا میتونید نازک، و همینطور قارچه ها هم نازک اسلایس بسن. نون باگت هم تهیه بکنید. مرغم خیلی نمیخواد، یه بسته مرغ رو از توی یخچالتون در بذار آب بشه تا بهتون بگم. خب در ادامه یه بوته پیاز رو ریز خورد بکنید. اگه تو باغچه‌تون جعفری دارید که از تو باغچه یکم جعفری تازه بچینید که لازم داریم، خیلی هم نمیخوایم. خب دوستان، در نهایت به یه همچین متریالی میخوایم برسیم. اینا رو که توضیح دادم، قارچ، اینم پیاز جعفریمون. من الان عجله‌ای بود، یکم ریزتر باشه بهتره. اینم از یه بسته مرغ، یه جای کوچیک 3-4 تا تیکه مرغ رو بدون استخون کردیم. نمک، فلفل قرمز، فلفل سیاه، یکم روغن و یه دونه نارنج توش خالی کردیم. شما میتونید آب لیمو هم بزنید. نیازی به استراحت هم تقریبا نداره این غذا، ولی خب یه 2 ساعت استراحت کنه خوبه. جان صداشو ببینید. قارچا و مرغا رو گریل میکنیم، حالا توی مایتابه یا میتونید توی فر بذارید. بهترین حالتش اینه که یه ظرف داغی رو بذارید روی گاز و گریلش کنید. خب به این مرحله‌ای که خدمتتون میگم، اول سس من 1000 جزیره دارم میزنم. دوستان عزیز درست کنید، خیلی خوشمزه است. سس کچاپ و همجور قارچا هم یه برش ریختم، گوجه، خیارشور، مرغ گریل بذارید و پیاز جعفری. خب دوستان، فوت کوزه‌گریش اینه که ساندویچ رو که بستید، من دوباره مجددا توی یه مایتابه گذاشتم زیر گاز کم، دارم یکم فشارش میدم، میخوام توستش بکنم خرخرتی بشه.